ویدیو رو با تحلیل بازی پرسپولیس سپاهان آغاز می‌کنیم. در ادامه به حواشی دو بازی حساس امروز هم می‌پردازیم. مصاحبه هم در ادامه با هم بررسی می‌کنیم. در مورد تحلیل نیمه اول بازی سپاهان پرسپولیس باید بگم که برخلاف انتظارات سپاهان نیمه اول رو پرفشار شروع کرد و در یه ربع اول بازی به چیزی که می‌خواست رسید. باز هم کرنر و باز هم آشفتگی مدافعین پرسپولیس روی ارسال. مشکلی که سرخا از اول فصل تا همین جای لیگ داشتن و هنوزم نتونستن با اینکه دو تا سرمربی عوض کردن این موضوع رو حل بکنن. یارگیری عجیب و دستپاچگی روی کرنر باعث شد که گل اول سپاهان خیلی زود به ثمر برسه. بعد از گل زود هنگامی که پرسپولیس خورد سرخا شوکه شدن و نتونستن بازی رو کنترل بکنن و در 20 دقیقه اول بازی هم نشون دادن که برنامه ریزی سپاهانیا ضربه زدن از سمت یعقوب براجه است، بازیکن جوان این تیم، و بیشتر حملاتشون هم از اون سمت توسط زکیپور طراحی میشه. در همین آشفتگی‌ها سپاهان روی اشتباه عجیب گبلسیانی به گل دومش هم رسید. بعد از گل دوم هم پرسپولیسیا کمی بهتر شدن و تونستن چند تا موقعیت هم ایجاد بکنن و مهمترین موقعیت سرخم در نیمه اول روی ارسال زیبای فرشاد احمدزاده بود که علیپور به شکل عجیبی اون توپو به بیرون زد. دو صحنه هم میلاد محمدی نفوذ خوبی داشت و پشت مدافعان سپاهان صاحب توپ شد، ولی توپش رو تونستن به راحتی بزنن. با توجه به سبک بازی و مدافعان سپاهان هم سرخا نمیتونستن از عمق دفاعی این تیم عبور بکنن. در نیمه دوم پرسپولیس فشار بیشتر کرد ولی باز هم موفق نبودن. تو نیمه دوم پرسپولیس از سمت راست چپ توپ میریخت روی دروازه سپاهان، ولی دانشگر و وحدت تمام سرها رو زودتر از پرسپولیسیا زدن. نکته عجیبم ارسال‌های پرسپولیس بود که اصلا خوب نبود، چه در جریان بازی و چه روی کرنرها. پرسپولیس در نیمه دوم چند کرنر به دست آورد ولی هر کدومو به بدترین شکل ممکن توسط فرشاد احمدزاده از دست دادن. سپاهان نیمه دوم عقب نشسته بود تا از برتری دو گله خودش دفاع بکنه و در مرحله بعدی هم بتونه با استفاده از ضد حمله باز هم به پرسپولیس ضربه بزنه. تو نیمه دوم وحید امیری پشت دفاع پرسپولیس با یک پاس زیبا سرلک صاحب موقعیت کرد که به طرز عجیبی پاس سرلک به مهاجمین نرسید. دفاع سپاهان هم با چند پاس و کار ترکیبی به راحتی باز میشد که در بازی امروز دو سه بار هم دیدیم، ولی اینکه در ادامه پرسپولیسیا رو آوردن به ارسال خیلی موضوع عجیب بود. تو کانال اولمون هم گفتم که پرسپولیسیا تو نیمه دوم نتونستن اونطور که باید روی دروازه سپاهانیا فشار وارد بکنن. نتیجه بازی هم با همون دو گل توی نیمه اول به پایان رسید. اینم واکنش محمد حسین کنعانی زادگان در میکسون ورزشگاه آزادی وقتی که می‌خواستن ازش مصاحبه بگیرن. صحبت کنیم. بچه‌ها الان میان بازی کردن. تمام جام‌ها رو از دست دادید. تو بحث سهمیه هم دیگه خیلی بعید به نظر میاد. مدافع ایران ایدای کنعانی مشخصا بود که کنعانی زادگان از اینکه بازی بهش نمیریزه در تیم پرسپولیس خیلی ناراحته. رضا شکاری هم در نشست خبری بعد از بازی گفتش که قراردادمو با سپاهانیا تمدید کردم. اینم اهدای پیراهن محمد محبی ستاره سپاهان زننده گل اول این بازی به بانوان پس از برتری مقابل پرسپولیس. یه جوری فکر کنم خانواده‌اش هم بود اگه اشتباه نکنم. اینم شادی بازیکنان تراکتور با هواداران پس از برتری مقابل ملوان بندرانزلیه. اینم ازدحام پرتعداد خودروها در اطراف ورزشگاه بعد از بازی تراکتور و ملوانه. تصویری از جنجال و توقف بازی در دیدار تراکتور و ملوان، درگیری که به وجود اومد فکر کنم بین هواداران تراکتور و هواداران ملوان بود و حالا اون شکلی که تراکتوریا میگفتن آقا چرا تو یادگار ما مشکلی به وجود میومد این شکلی هم نیست دیگه. حالا میبینیم که یادگار امام تبریز بلای جون هواداران ملوان میشه. صحنه عجیبی که خلق شد، هواداران ملوان به زمین مسابقه ریختن. حواشی که به وجود اومد اینو میذارم با هم دیگه ببینیم این حواشی رو. بیشتر از بازی گذشته ما پشت داریم، جام از ما گرفتن، آواره شدیم. آیا این درسته؟ این میهمانوازی اینا درسته؟
بچه‌ها دقیقه چنده؟ اونا میان همزنی ما اینطوری برخورد میکنیم. آقا این چه وضعش آقا؟ هواداران ملوان نیمه دوم ورزشگاه رو ترک کردن به سمت انزلی بدونی که بازی پایان پیدا کنه حرکت میکنن. ما کلا داریم با اسکورت یگان ویژه الان دقیقه فکر میکنم 60 تا 65 نیمه دومه. بچه 55 با اسکورت یگان ویژه کلا همه داره هر 5 تا اتوبوس طرفدارای ملوان همه داره برمیگردن. بچه‌هامون هم اینجا همه مشکل دار. من پرسپولیس خدمتتون که ببینید یه اتفاقی قانون هست دیگه. خب من اصلا کاری ندارم درگیری شده هر چی شده. یه اتفاق قانون هست. قانون اینه که 10% باید تماشاگر مهمان جا داشته باشه. درسته؟ اتفاقی که بازی رفت برای تراکتور هم توی انزلی افتاد برای همه تیم. خب تماشاگر با طبق قانون طبق صورت جلسه‌ای که ما پیش از مسابقه در حضور شما امضا کردیم قرار شده که 10% به اون جایگاهی که در واقع بالا بود که به نظر من جایگاه مناسبی هم نبود برای مهمان که بره بالا بشینه، قرار بود که اونجا بشینه. تماشاگر ما مستقر شد. از بیرون استادیوم اومدن اطلاع دادن که آقا خانوما اومدن، افراد زیاد فلانه. تماشاگر ما گفت باشه اونم جای خواهرای ما بیان بشینن، ما میریم اون ته ده میشیم. حتی تا اینجا ما پیش رفتیم. تماشاگر ما گفت ته ده میشیم. تماشاگر رو آوردن داخل. ببینید ما درک می‌کنیم شرایط باشگاه تراکتور رو. پای قهرمانیه. یعنی یه شرایط ویژه‌ای داره که 100,000 نفر 80,000 نفر میان تو استادیوم دیگه. خب وقتی تو چنین شرایطی تحت تاثیر هیجان هست تماشاگر اصلا کار درسته. ببین این یه اتفاقی که مسئولین برگزاری مسابقه اشتباه کردن. کار درستی نیست. من میگم تماشاگر ما شما میگی یه کاری کردن، من که ندیدم. خب شما میگی تماشاگر ما یه کاری کرده. باشه من میگم اصلا نباید توی اون نقطه کنار هم دیگه می‌نشوندن تماشاگر رو. شما با من موافق هستی؟ این کار که تماشاگر ما رو از بالا که یه جای سیفی بود، امنی بود، برداشتن دقیقه 20 بازی تماشاگر من اومد رو سکو. خب یعنی 20 دقیقه از بازی از دست 10 ساعت 12 ساعت رو از انزلی اومده. خب عصبیه، جاشو تغییر دادن بیرون استادیوم، در واقع سرشون ریختن چاپن. ما حتی یکی از تماشاگرمون رو نذاشتیم بره، نه آسیب دیده بود نگه داشتیمش که با تیم برش کردیم. خب وقتی این اتفاق کی باعثشه؟ من میگم ما تماشاگر تراکتور تحت تاثیر هیجانه، این نباید کنار هم دیگه قرار کجا ایرانی اتفاق میفته. خب این اشتباهی بود که مسئولین برگزاری مسابقه انجام دادن. البته این قانون توی انزلی هم اجرا نشده بود. اون بانوانی که توی بازی با ملوان توی جایگاه بانوان ملوانی نشسته بودن مشخصا توی سامانه بلیط فروشی باشگاه ملوان نوشته شده طبق مصوبه شورای تامین هیچ هوادار مهمانی در جایگاه بانوان ملوان نباید بیاد. این مشخصا نوشته شده. بازی رفت. خب نباید میومده دیگه. اومده اونجا چون جایگاهی در نظر نگرفته. خب هیچ استادیومی نه. شما الان جایگاه بانوان ملوان دارید. بازیکنان پرسپولیس هم بعد از یک عملکرد خجالت‌آور مقابل سپاهان اون هم تو خونه خودشون بازی رو باختن و سرشون هم در آخر بازی پایین انداختن و بدون هیچ عذرخواهی و دلجویی از این همه هوادار پرشور خانومی که 90 دقیقه ازشون حمایت کردن به رختکن رفتن. شنیدم حاکی از اینه که اسماعیل کارتا توی رختکن بسیار از عملکرد بازیکنان ناراضی بود و احتمال داره که همین فردا لیست مازاد تیم پرسپولیس رو اعلام بکنه. کنار زمین هم ما با آقای ناصری ناظر بازی صحبت کردیم. خوشبختانه آقای ناصری جمع کردیم قضیه رو و به عنوان یه ناظر بسیار خوب عمل کرد تو این قضیه و اتفاقی هم که افتاد این بود که قرار بود طرفدارای ملوان مثل طرفدارای استقلال بالا بشینن طبقه دوم، ولی به خاطر ازدحام خانم‌ها یگان ویژه و نیروی انتظامی خواهش کردن که از طرفدارای ملوان که بیان این پشت دروازه ملوان بشینن، پشت دروازه نیمه اول ملوان. این اتفاقاتی گاهن من خودم هم اعتقاد دارم که انتخاب جا برای طرفداران ملوان غلط بود. حتی توی اوایل بازی هم خود مازیار زاره، آقای پژمان نوری یکم گله‌مند بود که تماشاچیاشون از اون بالا که اومدن پایین یه مقدار زمان برد. اگه بدونید یه 20-25 دقیقه بازی رو طرفدارای ملوان ندیدن متاسفانه. ولی خب من با مازیارم گفتم مازیار اونجا چون خانم‌ها ازدحام خانم‌ها زیاد بود اومدن ما فکر نمی‌کردیم انقدر خانم بیاد و اون بالا نمیشد، خانم‌ها بیرون بودن. با موافقت خود طرفداران ملوان که محبت کردن اومدیم طرفدارای ملوان آوردیم پشت دروازه که حالا اون اتفاق یه مقدار فکر می‌کنم حالا شاید یکم ما باید بیشتر مهمون نوازی. من به خاطر این بازی خب اینجا بودم، من تلفنی با دوستان صحبت کردم و سوالاتی که داشتن و حالا اگر اتهامی اگر چیزی هم هست من پاسخگو بودم، ولی خب چون تبریز اینجا تمرین داشتیم کم گرفتار بودیم من نرفتم. صورت تلفنی صحبت کردم. اتهامتون چی بود؟ مصاحبه نمیدونم حالا جنجالی بهش میگن، مصاحبه حاشیه‌ای بهش میگن ولی خب خدایم خیلی جنجالی بود. یعنی هر جایی رو باز می‌کردیم مصاحبه شما بود تو اینستاگرام. ببینید من بحثم راجع به بی‌حرمتیه دیگه. من بازی آلومینیوم عراق هم همینو گفتم. اگر من توی مشهدم با تیم مشهدی هم کار کنم همینو میگم. من به عنوان مدیر این تیم حافظ منافع باشگاه تراکتور
و بچهای باشگاه تراکتور هم هر کی میخواد باشه، علی بیراملند میخواد باشه، شجاع خلیلزاده، مهدی طلبی یا یه بازیکن ذخیره‌مون وقتی دارن بهش توهین میکنن طبیعتاً باید ازش حمایت کنم. داداشزاده مصاحبه کردن، خیلی تند صحبت کردن حالا علیه شخص شما. این جملهشون رو شنیدید یا نه؟ میگفتش که خداداد اول حرف میزنه بعد فکر میکنه. کی؟ آقای داداشزاده. کی هست؟ بازیکن سابق استقلال و پرسپولیس تو تلویزیون. نمیشناسی؟ جان جوابی نمیدید. دیگه قرار نیست من جواب همه رو بدم که بعضیا برای به شهرت رسیدن راجع به من صحبت میکنن. من دلیل نداره راجع به همه آدم ها صحبت کنم. من حافظ منافع تراکتورم، از تراکتور هم دفاع میکنم. هر کی هم میخواد میتونه راجع به من اظهار نظر کنه. من جواب کسی رو نمیدم، چون قرار باشه جواب همه رو بدم که دیگه جام اینجا نیست. هر کسی برای رسیدن به شهرت سعی میکنه که بیاد یه چیزی بگه. حالا این آقا هم خب بالاخره ببینید فکر میکنم اعلام کرده بودن قبلا، ولی ما پیگیریم ان شاءالله بتونیم ببینیم میتونیم. چون ممکنه بازی قهرمانی باشه. ان شاءالله اگر باشه فکر میکنم بتونیم باشون کنار بیاد یه جوری. اگه تیم زود هنگام قهرمان بشه از سازمان لیگ درخواست میکنین که همون بازی نساجی که بازی خونگی هست جام داده بشه، چون تماشاگر سخت میگم اینا چیزاییه که باید بعداً راجبش صحبت کنیم. ما یه بازی سخت هفته دیگه تو اهواز با فولاد داریم و بعد یه بازی هم تو با قزوین با شمس آذر داریم. ما باید تکلیف این بازی‌ها رو روشن کنیم. ما اگر بتونیم ان شاءالله این دو تا بازیمون رو ببریم میتونیم اون وقت راجع به قهرمانی صحبت کنیم. بازیکنان پرسپولیس هم بعد از شکست مقابل سپاهان با ناراحتی و بدون گفتگو با خبرنگاران ورزشگاه رو ترک کردند. این هم صحبت‌های گویلسیانی بعد از مسابقه و عملکرد ناامید کننده‌اش تو این بازی رو ما هم ببینیم. It was a terrible feeling to lose this game. I am standing here because I have responsibility to my team, to my fans. It's a terrible feeling also to score our own goal. Sometimes you want to make great for your team, but in the end, sometimes it becomes terrible thing, you know. This year, as I told you, we had some problems that we could not solve it. Our problem didn't start today. Our problem has started a long time ago. And will you talk about next season? Will you stay at Persepolis? I don't know. Really, it doesn't. I don't think about it, and it's not only up to me. It's up to club. در مورد کارشناسی صحنه‌های مشکوک پرسپولیس سپاهان که خیلی سپاهانی هم اعتراض کردن به خاطر اینکه میگفتن یه پنالتی رو واسمون تو این بازی نگرفتن. کارشناسی این بازی رو با مهدی سیدعلی با هم بشنویم، سری برمیگردیم بقیه حواشی رو با هم پیگیری میکنیم. صحنه بسیار جنجالی داشت که یکم انگار نادیده گرفته شد. هندی که توی محوطه جریمه پرسپولیس اتفاق افتاد از سپاهان میگفتن بعد اعلام پنالتی میشد. نظر شما چیه؟ اجازه بدید که اینجا با شما موافق نباشم. من قانون خدمتتون عرض میکنم. دقیقه 10 مسابقه توپ به دست بازیکن پرسپولیس که باز بود برخورد کرد، ولی بر اساس قانون چون توپ توسط یار همدسته بازیکن پرسپولیس دفع شده بود و دست بازیکنی هم که توپ باش برخورد کرد حرکت اضافه نداشت، اصطلاحاً سکند اکشن نداشت، ولی و با توجه به اینکه از یار همدسته توپ صادر شده بود این صحنه بر اساس قانون نمیتونه هند باشه. یه صحنه رضا شکاری تکل عجیب غریب زد روی پای بازیکن پرسپولیس، کارت زرد گرفت و اعتقاد داشتن پرسپولیسیا که رضا شکاری بعد اخراج میشد. نظر شما چیه؟ اونجا هم ما یه سری کانسیدریشن داریم برای اینکه تصمیم بگیریم کارت قرمز باید به بازیکن خطاکار داده بشه یا کارت زرد. در دقیقه 17 مسابقه رضا شکاری همونجوری که حضرت عالی فرمودید یه تکلی زد روی پای سردار درسون. درسته که بالاتر از کفش برخورد انجام میشه، ولی 2 تا ملاحظه یا کانسیدریشن رو ما باید در نظر بگیریم. 1 شدت، 2 زمان برخورد پای بازیکن جمع میشه. یعنی وقتی پای بازیکن جمع میشه شدتش گرفته میشه و جریمه کارت قرمز به کارت زرد تبدیل میشه. همین صحنه هم که خیلی راجع به صحبت انجام شد، صحنه بود که تعادل محمد مهدی محبی داخل محوطه جریمه پرسپولیس به هم خورد. صحنه که رفت وی آر چند دقیقه انگار درگیر این بودن که آقا چی شده چی نشده. آخرش هم اصلا بنیادی فرد نرفت کنار خط ببینه که اصلا
پنالتی بوده یا نه. نظر شما چیه؟ داور VAR اصطلاحاً فقط زمانی میتونه آن فیلد ریویو بده به داور، یعنی این شانس رو به داور بده که کنار زمین صحنه رو ببینه که صحنه برای داور VAR کلیر و واضح باشه. با توجه به این زوایایی که ما دیدیم، خب داوران اتاق VAR هم تقریبا همین صحنه ها رو میبینن. خب به طب اونها هم قانع نشدن، یعنی براشون واضح نبود که خطای 100% اتفاق افتاده. به این جهت خب بر اساس همون پروتکل هایی که خدمتتون عرض کردم داور به کنار زمین فراخونده نشد و این دوربین های کم باعث شد که اونها خیلی بخوان موشکافانه صحنه رو ببینند. خب زمان زیادی از مسابقه گرفته شد و البته این وقت تلف شدنه ایراد نداره اگر واقعا حق به حقدار داده بشه، ولی در فوتبال ما خیلی این زمان زیاد تلف میشه و دلیلش هم مقصر داوران نیستن، مقصر کمبود دوربین‌هایی هست که زاویه خوبی رو به داوران اتاق VAR نمیده. بله کاملا هم درسته. پس شما در دیدار امروز کاملا نمره قبولی به موعود بنیادی‌فر میدید، درسته؟ ببینید آقای بنیادی‌فر خب در هر صورت نفر اول لیست بین‌المللی داوران فوتبال ماست. آقای ایلدروم هم که کمک داور اول ایشون بود در اصل نفر اول کمک داورای بین‌المللی ماست. خب به طب برای این مسابقه ایجاب میکرد که کمیته داوران یک تیم واقعا با تجربه رو انتخاب بکنه، ولی در یک دو صحنه با تصمیمات داور مسابقه موافق نبودم. یکی کورنری که اواخر نیمه اول گرفته شده بود، تو با پای سردار دورسون خارج رفت در حالی که باید ضربه دروازه به نفع تیم سپاهان اعلام میشد، ولی خب کورنر اعلام شد. و عرضم به حضورتون که اواخر نیمه اولم دو بازیکن با هم دیگه برخورد کردن که منتج به اعزام بازیکن سپاهان به بیمارستان شد. اونجا به زعم من اونجا با توجه به اینکه بازیکن سپاهان ضربه رو میزنه و در ادامه بازیکن پرسپولیس برخورد رو ایجاد میکنه، اونجا باید یک ضربه آزاد مستقیم به نفع تیم سپاهان اعلام میشد و با کارت زرد بازیکن قرمز جریمه میشد به دلیل خطایی که توأم با بی‌ملاحظگی انجام داده بود. خب با هم بریم سراغ نشست خبری اسماعیل کارتار که در مورد گل اولش صحبت کرد و حالا در مورد اینکه فصل بعد گفتش مجبور تیمش رو تغییر بده، تغییر بزرگی توی تیمش ایجاد بکنه. اینو براتون خلاصه کردم، اینو با هم ببینیم. حالا من açılmış kردم شروع söyleyeyim. حالا که صحبت باز شد کسی بهتون بگم 3 aydır buradayız. 3 ماه ما اینجاییم. Ekibimle 3 aydır Türkiye'ye bir sefer gittik. یعنی توی 3 ماه من و ekibim یک بار رفتیم ترکیه. Ailemi görmeye. واسه خانواده‌مو ببینم. 3 aydır bir antrenör ve ekibi nasıl çalışıyor? 3 ماه یه مربی گروش چجوری کار کنن؟ Nasıl disiplinli bir şekilde takımı çalıştırır? چجوری باید با دیسیپلین تیم باشون کار انجام بدی؟ Otelden tesise, tesisten otele içeride gidiyor. 3 ماه من از هتل میرم سر زمین، از سر زمین میرم هتل. 3 ماه شما دیدید. Bunun bütün Persepolis'i, futbolcular, personel, oraya gelip giden bize yakın herkes çok iyi biliyor. Tamam بچهای تیم پرسنل تیم هر کسی که ما رفت اومد داره میدونه که ما 3 ماه فقط کارمون اینه. من از خودم ایمان دارم. من خیلی راحتم. Onun için zaman içerisinde bakalım neler olacak hep beraber. برای همینم در آینده نگاه می‌کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. Dünyanın en büyük takımlarına baktığınız zaman وقتی که بهترین تیم‌های دنیا رو می‌بینی hiçbir zaman her sene şampiyon olamaz. هر سال نمیتونه قهرمان بشه. Bazen düşüşler olur. بعضی وقتا میفته، بعضی وقتا میره بالا باز. Bu takımın düşüşü geçen seneden başladı. تیم پرسپولیس از سال گذشته رو به افت داشته. Takip ettik biliyoruz. من تعقیب کردم میدونم. Bütün iyi oyuncuları başka kulüplere göndermişler, kaptırmışlar. یعنی بهترین بازیکنش رو تیم‌های دیگه دادن. واقعیت رو صحبت کنم با شما. Persepolis'in tekrar yukarıya çıkması için برای اینکه پرسپولیس بیاد دور بالا o zaman çok güçlü oyuncular alması lazım. ما باید بازیکن قوی بگیریم. Bütün dünyadaki kulüpler, takımlar bunu böyle yapıyor. بهترین تیم‌های دنیا همچین hiçbir şey çok kötü aşağı gitmez. هیچ چیزی اینجا آروم آروم پایین نمیره. Hiçbir şey de çok zirveye doğru da gitmez. هیچ چیزی یهو نمیره بالا سر بالا. Arada bir dalgalanmalar olur. همیشه بالا پایین میشه. Biz şu anda kötü bir dalgalanmanın içindeyiz. ما الان توی موقعیت پایین رو به پایینیم. Demin de söylediğim gibi biz artık yeniden bir yapılanmanın içerisine girmek mecburiyetindeyiz. ما مجبوریم یه تیم جدید تشکیل بدیم. Artık Persepolis takımı تیم پرسپولیس önümüzdeki sene سال بعد güçlü یه تیم ve زوردار kaliteli oyuncular takıma kazandırmak mecburiyetindeyiz. مجبوریم با بازیکن خیلی خوب Bunların تیم تشکیل بدیم çalışmalarını و با اینا بخوایم کار کنیم. biz uzun zamandır yapıyoruz. ما خیلی وقت دنبال این کاریم، تشکیلاتی که Kulübümüz de bunlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. با باشگاه با درویش و هیئت مدیره صحبت کردن چند جلسه. Ortada bir gerçek var ki یه واقعیتی هست این وسط. bu takımın güçlendirilmesi gerekiyor. ما باید این تیمو قوی کنیم. Bazı mevkilerde orijinal oyuncumuz yok. بعضی
پست‌ها بازیکن اورجینال نداریم. Bazı mevkilerde yedek oyuncumuz bile. یعنی تو بعضی پست‌ها ذخیره خوب نداریم. Maalesef bunlar Persepolis'in gerçeği. متاسفانه واقعیت پرسپولیس اینا. Kadınlarımız, kızlarımız, kardeşlerimiz امروز خواهرامون، خانمای محترم که زحمت کشم اومدن başından sonuna kadar از اول بازی تا آخر بازی bizi çok iyi destekledikleri خیلی için خوب پشتیبان ما بودن. onlara da çok teşekkür از ediyorum. اونا هم خیلی تشکر میکنم. Onlardan özür diliyorum kendi adıma. به نام خودم از اونا معذرت میخوام. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. برای حمایت کردن از منم یادتون نره که دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنید. فدای نگاه قشنگتون. خدا نگهدار.